درود به شما میرن ارجمند. موضوعی که حالا من بررسی میکنم، مطرح میکنم، پیشنهاد میکنم، یادآور میشم که برای دانشمندان، اهل علم، اهل فرهنگ و دوستداران تاریخ نیست. برای جوانان، برای نفرانی که کمتر توجه دارن به تاریخ و فرهنگ ملت و گاه در این یا آن محفل و معرکه ها نادانسته حرف میزنند. سخن درباره ایران و توران میرود. بسیاری ها برای نظرند از همین زمره جوان مردانی نوقلم، برادران و خواهران نوخط در راه علم، اونا گمان میکنند که همین توران این ترکان هستند. همین رو باید بگویم که البته چنین نیست. ایران و توران هر دوش آریایی است، گذشتگان ما هستند. اصلا این تضاد از کجا آمد؟ از اوستا آمد. در اوستا ایران را ایریا و توران را تویریا میگوید و چون در شاهنامه ما و شما میدونیم که سیاوش به کجا گریخت؟ به توران. یعنی به دولت بیگانه نگریخت، پیش هم قومان خودش رفت. افراسیاب شاه توران تقریبا مکان زیستشان حدودای امروزه ازبکستان و باز فراتر از اون. و اصلا توران و ایران این فرارود است. مسوپتامیا در دو پهلوی رودی آمو آریایی ها هستند. از کجا این مضمون و این معنی پیدا شد که توران ترکان هستند؟ بعد اصل ده تا اصل ده اندک اندک ترک نژادها از منطقه‌های گوناگون با آریای شرقی ریختند آمدند و ما شما میدونیم خوب که در دولت سامانیان خدمت میکردن آهسته و با فریب و با هزار نیرنگ عاقبت ما رو به دولت کردند و یک نوع مقاومت ایران و توران با ترکان بر سر شد. ولی بسیاری ها برای نظرند که مردم ناآگاه گمان میکنن که همین توران همون ترکان هستند. نه، بار دیگر تاکید میکنم، توران ایران. تصور کنید که مردم تاجیکی دو ناحیه، مردم آریایی دو دولت، ما و ایران، ما و افغانستان، ما و تاجیکان سمرقند و بخارا هستیم. از این رو باید ما با اشتباه داده نشویم. یعنی ایران و توران اینها آریایی های شرقی هستند. سلامت باشند.